سلام دوستان عزیز، امروز اومدم یه دونه تانهاوس 3 خوابه 3 طبقه رو توی یه لوکیشن لوکس به نام نادشبا گاردن بهتون معرفی کنم. بفرمایید همراهمون باشید. اینجا وارد سالن دلواز این تانهاوس میشیم. سرویس بهداشتی رو میبینید، آسانسور اختصاصی این ویلا، یه سالن دلواز و دلنشین که میتونید یه چیدمان عالی رو داشته باشید. اینجا قسمت آشپزخانه هست با برند اسمک تجهیز شده، گاز، یخچال، فرن. اینجا قسمت لاندروری هستش و قسمت که میبینید اتاق خدمتکار به همراه سرویس بهداشتی رو داریم که اینجا قرار گرفته. اینجا یه حیاط نقلی داریم که میتونید به سلیقه خودتون سرسبزش کنید، یه چیدمان قشنگ داشته باشید با ویو ابدی برج خلیفه، چون هیچ چیزی جلوی این ویلا ساخته نمیشه. بفرمایید طبقات بالا رو خدمتتون نشون بده. خب اینجا اومدیم طبقه اول. سمت راست من 2 تا اتاق خواب پرایوت قرار گرفته، همچنین دارای کمد دیواری هستن 2 تا اتاق ها و سرویس بهداشتیشون هم این قسمت قرار داره که مشترک هستش. خب تشریف بیارید لیوینگ روم طبقه اول هم خدمتتون نشون بدم. اینجا یه لیوینگ روم دلواز داریم برای نشیمن که باز اینجا ویو و اسکایلاین منطقه دانتان رو داریم. بریم طبقه بالا رو هم خدمتتون نشون بدم. اینجا اتاق خواب اصلی این ویلا قرار گرفته که تشریف بیارید ببینید. الان با داخل اتاق خواب اصلی هستیم. یک کلوزت روم خیلی بزرگ و وسیع، 2 طرف کمدهای دیواری و این سرویس بهداشتی زیبا که دارای وان هستش. این هم از اتاق خواب اصلی طبقه دوم با یه ویو جذاب و یه بالکن قابل چیدمان زیبا. دوستان عزیزی که اطلاعات بیشتری از این ویلا و تانهاوس میخوان لطفاً با من در تماس باشن تا اطلاعات کامل و خدمتشون عرض کنم.